با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما من شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخطی مهمترین خبرهای روز. اعضای خانواده مخالفین تا هنوز آزاد نشده اند. واکنش نمایندگان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمانهای حقوق بشر به قضیه تاجیکستان. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان خواسته است از محل حادثه ها ثبت‌های ویدیویی فرستند. شکایت نمایندگان تاجیکستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره عکسگیری مخالفان تاجیک. با گذشت دو شبانه روز و رسانه‌ای شدن در بسیاری از رسانه‌های جهانی و بررسی این مسئله در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا، تا هنوز اعضای بازداشت شده خانواده‌های مخالفین حکومت تاجیکستان رها نشده اند. بیش از 50 نفر اعضای خانواده مخالفین را کمیته دولتی امنیت ملی بگاه 19 سپتامبر بعد تظاهرات مخالفان در ورشو بازداشت نموده بود. قسم از آنها بعد بازپرسی و تهدیدها آزاد شده اند، اما قسم دیگرشان تا هنوز در بازداشتگاه‌های کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارند. از جمله برادر جنت الله کامل، پیوندان ایلهام جان یعقوبوف تا این ساعتها در بازداشتگاه می باشند. بیش از 10 نفر شرکت کنندگان تظاهرات که اعضای خانواده اشان بازداشت شده بودند تا حال نتوانستند با آنها علاقه برقرار کنند و نمیدانند که تقدیرشان چی شده است. بحث مخالفین و نمایندگان حکومت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا واکنش شرکت کنندگان جلسه را به بار آورده است. نمایندگان حکومت در جلسه سازمان امنیت و همکاری های اروپا با همان اصول کهنه تمام دعواهای مخالفین را رد نموده ادعا دارند که وضع حقوق بشر در تاجیکستان بسیار خوب است. اما به نظر می رسد شرکت کنندگان جلسه به افسانه های رژیم امامعلی رحمان دیگر باور ندارند. نمایندگان ایالات متحده آمریکا در جلسه گفتند وضع حقوق بشر در تاجیکستان نگرانی کننده است و رایپرسی آخرین را هم مثال زدند که وضع دموکراسی در کشور را بدتر کرده است. После его задержания буквально месяц назад задержан младший брат Бузурмерка Йорова, адвокат своего же брата. Получается, да? Задержали, потому что он защищал права, он защищал своего брата. И также как-то пытался помочь исламской партии ПИК, которые также очень много их активистов сидят в тюрьмах Таджикистана. Пожалуйста, нас убивают, и все на это закрывают глаза. И, пожалуйста, вы давайте тут свои диктаторские замашки не устраивайте. Не нужно наших активистов в ОБСЕ очернять и говорить, что мы вас преследуем. Мы в лицо с вами хотим поговорить и будем требовать от вас, чтобы вы соблюдали наши права, уважаемые представители. سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر نمایشگاه با نام شکار مخالفین تاجیک در داخل و خارج کشور تأسیس داده‌اند که امروز ساعت 13:00 آغاز گردید. در آن حادثه‌های بازداشت، ربودن و کشتار مخالفین در داخل تاجیکستان و بیرون از آن انعکاس خواهد یافت. لاتن لیخت، ادوارد لیمان و استیو سوردلوف مدافعان حقوق بشر از شرکت کنندگان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرده اند در برابر تبعید و شکنجه در تاجیکستان خاموش نباشند. امروز رهبر جمعیت تاجیکان مقیم کانادا رفشن تیموریان، وکیل دفاع معروف روسیه دگیر خسوف به این جلسه پیوستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان جمهوری خواسته است که از محل حادثه ها ثبت‌های ویدیویی فرستند. این نهاد قدرتی گفته است ثبت‌های ویدیویی شهروندانی را که به 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی ارسال داشتند در سامانه وزارت نشر می‌کند و بهترین آنها با جایزه ها قدردانی کرده می شود. وزارت وعده داده است که نام و نسب مؤلفان را محفوظ می دارد، اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگفته است که چنین نوارها برای به جزا کشیدن جنایتکاران مورد استفاده قرار می یابند یا خیر. نمایندگان تاجیکستان در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا که در ورشو برگزار می‌گردد به مسئولین این جلسه از بالای مخالفین تاجیک شرکت کننده در جلسه شکایت برده درخواست کرده اند با آنها عکسگیری از نمایندگان تاجیکستان را منع کنند.
سبب درخواستشان را آنها چنین شرح دادند که مخالفان از عکس‌های ما کاریکاتورهای فحش می‌سازند و در فیسبوک می‌گذارند. مسئولین به شکایت نمایندگان تاجیکستان جوابی رد داده‌اند. به نظر می‌رسد نمایندگان تاجیکستان تا هنوز از فضای تاجیکستان خارج نشده‌اند و گمان دارند اصول‌هایی که در کشور به کار می‌برند در اروپا هم می‌شود استفاده کرد. حتی یک نفر آنها که کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بوده است خواست از دست امرالله نظام روزنامه‌نگار تاجیک دستگاه عکاسیش را رباید. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سروری زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش نوبتی، خداوند نگهدارتان.